حضرت عمر اگر میدید رضی الله عنه در غیر وقت نماز یا حلقه تفسیر یا علم در مسجد کسی نشسته بیکار همینجور تسبیح گرفته ذکر داره میکنه، شلاق میزد زور کمرش، گفت نماز تمام شده برو کار کن، برو کشاورزی کن، برو صنعت، برو برای توسعه و عمران آبادی تلاش بکن، برو حرفه یاد بگیر. در غیر وقت نماز یه نفر بنشینه تو مسجد 5-6 ساعت تسبیح دستش بگیره که من دارم ذکر میکنم. برو کار کن. دین ما دین کاره. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به یثرب هجرت کرد، یثرب شد مدینه منوره، 3 قبیله یهود بزرگ یهود اینجا زندگی میکردن در یثرب، بنی نظیر، بنی قریظه، بنی قینقاع، و 2 قبیله بزرگ عرب اوس و خزرج با هم دیگه جنگ داشتن بین خودشون. صنعت، تجارت، کشاورزی، اقتصاد دست یهود بود. هم کشاورزی، باغ‌های بزرگ دستشون بود و هم صنعت دستشون بود و هم اقتصاد و بازار. پیامبر با اونا درگیر نشد صلی الله علیه وسلم. به صحابه گفت یکی بعد از دیگری برید تو بازار، شما هم چی؟ برید حرفه یاد بگیرید، برید تجارت بکنید، برید داد و ستد کنید. به مرور زمان بازار مدینه که دست و اقتصاد مدینه و کشاورزی و صنعت که دست یهود بود، توسط عشره مبشره، توسط 4 تا از عشره مبشره به بهشت اونجا مدیریت میشد. ابوبکر و عمر و عثمان و عبدالرحمن ابن عوف که 3 تاشون بارزتر از همن. ابوبکر تاجر بود، در مکه تاجر بود. عثمان ذوالنورین جیش الاسره رو به تنهایی تجهیز کرد که پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد بعد از این انفاق هیچ چیزی به عمر ضربه نمیرسونه، به عثمان ضرر نمیرسونه. کارهای بزرگی انجام داد. گفت من 2 تا بستان دارم، 2 تا باغ دارم عبدالرحمن، هر کدوم تو میپسندی مال تو. گفت بارک الله فی بستانک دلنی علی السوق، خدا برکت در بستان تو، باغ تو بده، راه بازار نشونه من بده کجاست، من برم داد و ستد بکنم. وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم عفت نفس عبدالرحمن رو شنید که مهاجر با پای برهنه و دست خالی آمده هجرت کرده به خاطر خدا و رسول خدا، اینقدر عفت نفس و عزت نفس داره که راه بازار نشونه من بده، تنبلی نمیخواد، مفخوری نمیخواد، دعای برکت در رزق و روزی و عمر عبدالرحمن کرد پیامبر صلی الله علیه و سلم. به جایی رسید که عبدالرحمن میگه که دیگه نمیتونست شتراشو بشماره، گوسفنداشو بشماره، نمیتونست درهم و دینارشو بشماره. به جایی رسید که از برکت دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم میگفت اگر پام به سنگی برخورد میکرد که سنگ جا به جا میشد، انتظار داشتم که زیر اون سنگ یک گنجی برای من باشه. سبحان الله. ولی وقتی به این مال رسید، مال تو قلبش قرار نداد که اینطوری نگه بداره، دستشو اینطوری کرد. ایام سپری شد تا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم به رحمت خدا رفت. بعد از وفات رسول الله صلی الله علیه و سلم و بعد از حیات نورانی و مبارکش، یک روزی 700 تا شتر قافله، شهر مدینه در قحطی بود، تنگنا بود، مواد غذایی کم بود، مردم نیازمند بودند، مشکل داشتند. در همین اثنا، در تنگنایی شدید اهل مدینه و اطراف مدینه، قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوف، سبحان الله، 700 تا شتر قطار از شام می آمد، تمام ما یحتاج شهر مدینه و اطراف مدینه بار بود، حمل بود. ام المؤمنین عایشه دید که گردبادی طوفانی اطراف مدینه بلند شده. جوانی رو طلبید، گفت پسرم برو اطراف مدینه نگاه کن، این گردباد مال چیه؟ این طوفان، این گرد و غبار مال چیه؟ نه که طوفانی داره میاد. دوید رفت، وقتی برگشت گفت یا اما، ای مادر، این گردباد نیست، طوفان هم نیست، این گرد و خاکی که برپا شده قافله 700 تا شتری عبدالرحمن ابن عوفه.
تمام آذوقه ها و مایحتاج و نیازهای شهر مدینه و اطراف مدینه باره حمله داره میاد. این گرد و خاک ها مال قافله 700 شتوری عبدالرحمن ابن عوفه، کسی که وقتی وارد مدینه شد هجرت کرد با لباس تنش بود، نان خوردن نداشت و عفت نفس و عزت نفس داشت، رفت تو تجارت. الان یک قلم قافله تجاریش 700 تا شتر در اون زمان. گفت پسرم برو عبدالرحمن رو از زیر زمین زیر سنگ پیدا کن بیارش، اینجا کارش دارم. عبدالرحمن بره قافلهش رو تحویل بگیره یا بره حرف مادرش رو گوش بده؟ اگه من و شما بودیم کدوم یکی رو؟ کل دلالا و تجار مدینه و سمسارا همه رفتن بیرون، هر کسی 50 تا شتر گرفته، این مال من، جدا کرده از شترها، از قافله. عبدالرحمن رو پیدا کرد، گفت برو که مادر تو رو طلبیده، ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها. قافله رو 700 تا شتر تجار رو ول کرد، دوید رفت پیش ام المؤمنین عایشه، گفت لبیک یا امه، لبیک ای مادر. ام المؤمنینه، همسر گرامی رسول الله صلی الله علیه وسلم. گفت کاری داشتی مادرم؟ گفت بله عبدالرحمن، این قافله مال توست، این قافله که طوفان برپا کرده سرش انداخت پایین. گفت مال خداست، در دست منه، در اختیار منه فعلا، مال خداست دست منه. گفت عبدالرحمن زمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم در حیات بود چیزی درباره تو فرمودن، من تو حافظم هنوز هست، مثل که الان نقش بسته، مثل این که یک سرباز معمولی جلو ارشدش ایستاده، سیخ آماده باش. گفت چی درباره من شنیدید از رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ گفت بگو مادر که طاقتم سر آمد. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبوا. گفت مادر خودت شنیده از دهان رسول الله صلی الله علیه وسلم؟ گفت بله. عبدالرحمن زد زیر گریه. گفت شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن عبدالرحمن ابن عوف روز قیامت، روز محشر، وارد بهشت میشه در حالی که 4 دست و پاست، سینه خیز داره میره، مثل نوزادی یا بچه های کوچیکی که یه چند ماه که ازشون گذشت شطوری با 2 تا دستشون 2 تا زانوشون و پاشون سر پاشون سینه خیز راه میرن. عبدالرحمن گریه کرد. گفت مادر خودت شنیدی؟ گفت بله شنیدم. یدخل عبدالرحمن ابن عوف الجنة حبوا. گفت مادر تو همینجا 20 من برمیگردم. مثل دیوانه ها میدوید به طرف قافله بیرون از مدینه و همینجور که میدوید فریاد میزد عبدالرحمن باید دوان دوان رو پاهاش بدوه وارد بهشت بشه، نه سینه خیز. و من اجازه نمیدم که این قافله 700 تا شتری مانع دویدن من به سوی بهشت باشه. رفت که تجار همه زمام شترها رو گرفتن، مال من. گفتن عبدالرحمن کجایید؟ کجا رفته بودید؟ 1 تومن، 1 درهم، 10 درهم سود برای تو، مال ما باشه. گفت بیشتر به من دادن. گفتن 1 درهم، 20 درهم، 1 درهم، 30 درهم، 1 درهم، 50 درهم. گفتن بیشتر به من سود دادن و ربح دادن، به جای رسیدن تا 1 درهم به 200 درهم. و عبدالرحمن میگفت بیشتر به من سود دادن. تجار تعجب کردن، در مدینه تاجر غیر از ما نیست. انصاف هم چیز خوبیه ای عبدالرحمن، 1 درهم 200 درهم کدوم تاجری به تو سود داده؟ گفت اگر بیشتر میدی مال شما، اگر نمیدی بیشتر به من دادن. گفتن حد ما دیگه همینه، 1 درهم 200 درهم. عبدالرحمن خدا رو گواه گرفت و همه تجار رو گواه گرفت. گفت همه گواه باشید که من با الله معامله کردم و تجارت کردم. 1 تومن 700 تومن والله یضاعف لمن یشاء. کل 700 تا شتر رو همونجا گذاشت و در یک مهرجان بزرگی و عید بزرگی و جشن بزرگی
کل 700 تا شتر چه بین فقرا و نیازمندان و اهل مدینه تقسیم کرد، زمام شترش هم به خانه نبرد و میگفت من میخوام دوان دوان وارد بهشت بشم. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. در تعامل با خدا نترسید، دو دل نشید. بعضی موقع یادداشت‌های از جزیره به من میدن، اون طرف مدرسه نیاز داریم، اونم مدرسه 2 کلاس. من فکر میکنم تو جزیره نیستم، تو یک بیابانی هم که مردم فقیر و درمانده هستن. گفتن یه روستایی هست زمانی که زلزله شده، همین نزدیکی هاست 5 دقیقه، بنگالی نمیدونم، مدرسه 2 کلاسه، 30 خانوار بیشتر نیستن، 15 تا دانش آموز دارن. این 15 تا دانش آموز تو 6 تا پایه، تو 1 کلاس یا 2 کلاس. یعنی کسی نیست این مدرسه رو تکمیل بکنه، درست بکنه؟ یا یک درمانگاهی خیریه‌ای داخل قشم دارن درست میکنن، تجار قشم کجان؟ 3 ساله که دارن درست میکنن درمانگاه خیریه‌ای که درمانهای ابتدایی اونجا چه و اولیه اونجا انجام بگیره. آزمایشگاه داره، رادیولوژی داره، نمیدونم. 3 سال طول کشیده. آدم تعجب میکنه. در یکی از سفرها به مالازی، فکر میکنم قبلا خدمت شما گفتم، اونجا شخصی رو ملاقات کردیم، پروفسور صدیق بابا، یکی از بزرگان اونجاست تو کولالامبور. میگه ما یه صندوق زکاتی داریم تو کولالامبور، تو همین شهرهای بزرگ مالازی. اینم بدونی که اقتصاد مالازی دست چینی هاست. اگه 10 تا تاجر میلیاردر دارن، 7 تاشون چینی هن، 2 تاشون هندی هن، 1شون فقط مسلمانه. صندوق زکات میگو داریم. سال گذشته میگفت که 700 میلیون رنگت، پول اونجا رنگته، زکات وارد این صندوق فقط پایتخت شده کولالامبور. هر رنگتی معادل 1000 تومان ایرانه. یه زمانی سال 2010 یک رنگت 1200 تومان بود. الان فکر میکنم 800 تومان، 850 هزار تومانه. ببخشید 850 تومان. یعنی 700 میلیون رنگت چقدر میشه؟ 700 میلیارد تومان تقریبا، مثل درهمه. سبحان الله. تعدادی از تجار مسلمان کولالامبور تو صندوق زکات مرکزی کولالامبور 700 میلیون رنگت واریز کردن. گفتیم با این پول زکات چه کار کردی؟ گفتن 2 تا کار بزرگ انجام دادیم.